روز قدس هم امسال از هر سال مهمتره. البته مسئله فلسطینی مسئله اساسی است و مخصوص دولت‌های و کشورهای اسلامی هم نیست. مسئله فلسطینی مسئله انسانی است. وجدان‌های انسانی وادار به واکنش میشن در مقابل اون چی که بر سر ملت فلسطین آمد. بحث صرفاً مسئله اسلامی نیست. البته برای مسلمان ها این کار اهمیت بیشتری داره، اولویت بیشتری داره، جنبه غیر از جنبه انسانی جنبه های شرعی و دینی هم داره، ولی مسئله انسانی است. بنابراین راهپیمایی روز قدس که دفاع از فلسطین است به وسیله حضور مردمی همیشه مهمه. امسال مهمتره به خاطر این کارهای خیانتباری که بعضی از دنباله‌های آمریکا دارن در منطقه انجام میدن برای جا انداختن معامله قرن که البته جا نخواهد افتاد و هرگز تحقق هم پیدا نخواهد کرد و آمریکا و دنباله‌هاش حتما تو این قضیه هم شکست خواهند خورد. فرقشون با گذشته‌ها این است که حالا صریحاً میگن می‌خواهیم مسئله فلسطین رو که علم یکون کنیم و حذف کنیم از مسائل مطرح دنیا، که البته چنین کاری رو نخواهند توانست و ناکام خواهند بود.